سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوام براتون در مورد تفاوت بین رل با پارتنر صحبت بکنم. ببینید، رل مخفف یک کلمه انگلیسی به معنی ارتباط هستش، relationship. خب REL در واقع مخفف شده relationship هستش، به معنی ارتباط هست. و وقتی که اصطلاحی هستش که ما حالا خصوصا تو بین نسل جوان‌تر خیلی اینجوری صحبت میکنن، وقتی شما با کسی رل هستید یعنی با اون آدم رابطه دارید، دوستی دارید، در رابطه هستید. خب این مفهوم رو در نظر بگیرید. حالا پارتنر به چه معناست؟ پارتنر یعنی شریک به انگلیسیه. پارتنر داشتن یعنی شریک داشتن. حالا چه جور شریکی؟ ببینید، در روابط ما انسان ها میتونیم چندین مدل با هم دیگه شریک باشیم. بعضی ها فقط شریک عاطفی هن. به عنوان مثال میگن که اون دختر و پسر با هم اینجوری در واقع قرارداد میکنن که ما فقط با هم دیگه رابطه عاطفی و احساسی داشته باشیم، رابطه جنسی نداشته باشیم. پس چی شدن؟ فقط شریک عاطفی هستن. یه سری‌ها فقط شریک جنسی هستن، یعنی فقط با هم دیگه رابطه جنسی دارن، اصلا رابطه عاطفی ندارن. مثلا خصوصا تو کشور غربی این مدلی خیلی زیاده. بعضی‌ها به خاطر جذابیت‌های ظاهریشون با هم دیگه فقط شریک جنسی هستن، شریک عاطفی نیستن، چون میدونن مثلا نمیتونن از عاطفی با هم دیگه باشن. یه شریک دیگه هم داریم که خب شریک تفریح و دوستی عادی و اینجور چیزا هست. پس پارتنر معنی شراکت رو میده. و وقتی که شما شریک هستید، پارتنر کسی هستید، قطعاً با اون این رل هم هستید. حالا در واقع در چه سطحی در واقع رابطه شما تعریف میشه بستگی داره که چه جور شریک هایی باشید. منتها حالا ما وقتی برمیگردیم به زبان محاوره‌ای ایرانی، یعنی اون چیزی که تو بین محاوره ما ایرانی ها هست، ما وقتی به کسی میگیم اینا رل هستن با هم، که با هم یک رابطه دوستی معمولا عاطفی دارن در اصل. خب که حالا میشه این شریک جنسی هم باشن یا نباشن. خب پس در واقع رل بیشتر معنی شریک عاطفی میده، که ممکنه شریک جنسی هم باشن یا نباشن. این تو مفهوم ایرانیشه. مفهوم صحیح این کلمات رو خدمتتون عرض کردم که مفهوم صحیح این کلمات ما هر شریکی که داریم باش رل هم هستیم، باش ارتباط هم داریم. ریلیشنشیپ یعنی ارتباط، رابطه، و پارتنرشیپ یعنی میشه شراکت. متوجهید؟ اینا از این مصدر اسمی میان و همچین معنایی رو میدن. امیدوارم که فرق بین رل و پارتنر رو متوجه شده باشید. برای اینکه بتونید که از قانون جذب هم در رابطه با جذب پارتنرتون یا اون آدم مورد علاقتون استفاده کنید، میتونید از سابلیمینال جذب کراش استفاده کنید که مجموعه سابلیمینال با بهترین کیفیت براتون تولید کرده. سابلیمینال های افزایش جذابیت مردانه، افزایش جذابیت زنانه، بهبود ویژگی های جذاب بدنی زنانه و یا مردانه، اینها رو هم داریم، یعنی جزء سابلیمینال های زیبایی هم هست. و سابلیمینال های روابط که در حوزه روابط مختلف هست، مثل دلتنگ کردن معشوق، جذب معشوق، بازگشت معشوق، همه اینا میتونید استفاده بکنید و ملاحظه بفرمایید. در خدمت شما هستیم.